در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند از حضرت ابو سعید خدری، یک قصه را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما روایت کرده است که حضرت فرمود کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. میگه در اون مردم قوم‌هایی که پیش از شما مسلمانان میزیستند یک مرد قاتل زندگی میکرد که 99 شخص کشته بوده است. قاتل 99 نفر. فسأل عن اعلم اهل الارض، سوال کرد، گفت داناترین شخص در این سرزمین کی باشه که از امو یک سوال و یک مشکل دارم بپرسم. فدل علی راهب، یک راهب نشانش دادن، گفتن این همی شخص از همه عالم ترین است، به همه مراجعت کن. فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه. پیش راهب آمد، گفت یا راهب من گفت در طول حیاتم 99 شخص قتل کردم، آیا من توبه دارم؟ آیا توبه برای خدای تعالی میپذیرفته باشه؟ راهب گفت لا. 99 کس کشته باشی گفت رود سیاه شی، تمام، توبه تا هرگز دیگه قبول نمیشه. این مرد یک قاتل، یک آدم کش، وقتی که با در روز گفت که تمام تو مسئلت حلی، مثل بعضی برادرای خوارج احمقی ما که همه را حکم به کفر میکنن، مرتکب گناه کبیره را، گفت دیگه اصلاح نمیشه، تمام توبت قبول نیست. این شخص از فرط غضب زد، راهبم کشت. فکمل به 100 تا اینکه شماره کشته شده هاش به 100 رسید، 100 تایی پره شد. گفت پیغمبر ثم سأل عن اعلم اهل الارض، بس سوال کرد که اکه کیای دیگه دانو، یکان دانوی دیگه را نشانم بده. فدل علی رجل عالم، دلالتش کردن، گفتن پیش فلان شخص برای بسیار شخص عالم دانشمند است. نزدش آمد، قال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه. اومد گفت برادر من 100 شخص کشتگیم، آیا من توبه دارم؟ توبه کردم، خداوند توبه ما اجابت میکنه؟ این مرد گفت نعم. و من یحول بینه و بین توبه، من گفت حتی همون شخصایی را که حجاب میشوم بین تو و بین توبه میدونم، در این ملک تو زندگی نکن. انطلق الى ارض کذا و کذا فإن بها اناسا یعبدون الله. گفت به فلان سرزمین، به فلان مملکت سفر کرد. این مملکتی که تو زندگی میکنی همش قاتل هستن، احمق هستن، فساد و زیناکار. فلان زمین برا گفت در اونجا مردم زندگی میکنن که عبادت خدا را میکنن، مردم صالح هستن. فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضک، در همونجا همراه همون مردم زندگی کن، عبادت خدا را کن، به این وطنت بر نگرد. گفت فانها ارض السوء، زیرا این مملکتی یک مملکتی فساد است، مملکتی بد است. در این مملکتی تو کشتار و قتل کار خوب حساب میخوره. گمان میکنم که خیلی جوان مرد با غیرت بوده است که 100 آدم کشته است. مثل که یک زمانه همو برافسکای زکان در سرزمین های اتحاد شوروی پخش کرده بودن، مردم دیگه با قانون الهی نه، با قانون دزدا زندگی میکردن، رزباراشون با قانون های دزدا میکردن. پس این مرد میگه عازم ره شد. فانطلق حتی اذا نصف طریق ادرکه الموت، روانه شد، در راه میرفت، نصف راه نو طی کرده بود بیچاره که اجلش رسید. این اجل کی کار داره که تو پیش مردای صالح میره یا پیش مردای فاجر میره؟ خدای تعالی و اجل مقدر کرده، ساعتش که اومد تمام، در راه مرگ دریافتش.
ملک الموت اومد جانش قبض کرد، در همون بین ره افتیده مرد، به مکانش رسیده. فاختصمت فیه ملائکة الرحمه و ملائکة العذاب، در بالاش هم ملائکه های رحمت جمع شدن، ملائکه های جنت، هم ملائکه های عذاب و عقوبت زبانیه دوزخ. در بالاش بعد دعوا سر شد، ایناش میگن که مال ما های، اوناش میگن نه ای ما های. فقالت ملائکة العذاب جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله، ملائکه های رحمت گفتن که آخی این توبه کنی اومده است، بود بیچاره توبه کرده بود، سوی مردم صالح به خاطر عبادت خدا اومده است، رو به سوی خدا کرده است، این دیگه شما کاردار نشوه. و قالت ملائکة العذاب انه لم یعمل خیرا قط، ملائکه ها عذاب گفتن که شما یک کاری خیری همی آدم بگین، همی چی کاری خیر کرده است در حیاتش؟ این بدگهر 100 کس کشته است، یگان کاری نکردگی نیست، این مال ما های، به دوزخ میبریمش. فاتاهم ملک فی صورت آدمی، به امر پروردگار یک ملائکه به شکل صورت آدمی ها نزدش اومد که نشناختنش. ملائکه از خدای تعالی امرش کرد صورت آدمی گرفت پیشون اومد. فجعلوه بینهم، گرفتن در بینشون حکم تعیینش کردن، گفتن همه آدمی است، همه چی حکم میکنه، حکم امیره قبول میکنه. ببینی که رحمت خدا را ببینی که چی مقداره. فجعلوه بینهم، در بین نگه حکم تعیینش کردن. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلى ایته ما کان ادنا فهو له. این ملائکه که به شکل صورت آدمی آمده بود به امر خدا آمده است، خدای تعالی تلقینش کرده است، گفت که بین همین دو زمین حساب کنه، قیاس کنه، از همین جای مردگیش تا وطنش حساب کنه و بعدا تا جایی که نیتی سفر داشت حساب کنه، ببینه به کجاش نزدیکتره. فقاسوه فوجدوه ادنا الى الارض التي اراد، وقتی حساب کردن یک چند متر به سوی همون زمینه که نیتی رفتن داشت، به سوی مردم صالح به همون نزدیکتر بود است. فقبضته ملائکة الرحمه، به امر پروردگار ملائکه های رحمتی را گرفتن، جانش خلاص شد. ببینه که این خدای بزرگ چقدر مهربان است. ما پیش گفته بودیم یا تو باشه که اگر شخص نسبت یک برادر مسلمان ظلم کرد، تا زمانی که همون مسلمان گناهش نبخشه هرگز خداوند نمیبخشه. پس اینجا چی نوشته است که 100 آدم کشته است، 100 آدم با خدای تعالی گناهش بخشید. در این بین یگان مخالفت نیست، زیرا که خدای تعالی اگر توبه بنده را قبول داشته باشه، اگر توبه بنده صدقی باشه، پروردگار به همون مقتول ها، به همون مردایی که این کشت است چنان نعمت های در جنت میته که از بحرش بگذرد. یا طول است که من قصه را کردم براتون که وقتی که صاحب حق دست بردار نمیشوه، خداوند میگه آخی برادر دیگه یگان حسنه نداره که بته تو چی طلب داری؟ میگه پروردگار و گناه ها با مینوسکره در سرش بزنی. بعد حضرت خداوندی میگه که سر تا بردار تو جنت تماشا که اول تو دعوت همون یک سر تا بردار نعمت های مرا ببین. وقتی سر میبرداره و میبینه قصرهای طلایی و شهر مثل نقره خام درخشان، گفت پروردگارا این نعمت برای کی خلق کردی؟ میگه برای تو. این برای تو است. میگه ای خدایا آخی من او قدر عملی ندارم که تو در عوض قدر نعمت برای من بدی، برای چی کار میرمیتی؟ میگه بعفوک عن اخیک، این همه گناه همین برادر تا میبخشی و همین نعمت ها را برای تو عطا میکنم. پس ببینه که وقتی شخص توبه کنه، خداوند به همون مردایی که زیان این رسیده است همون قدر نعمت میداده است که از بحر گناهاش میگذشتی. توبه
بسیار نعمتی بزرگ است از جانب پروردگار و بندگان عطا کرده، باید به حق ای برسیم. قسم به خدا عقلی ما نمیگیره تا کدام درجه دریاهای رحمت خدای تعالی در جوش هستند، اما ما در خواب غفلتیم. درهای فردوس واباد امروز از بی‌دماغی گفتیم فردا. درهای جنت خدا و درهای رحمت همه هوی است. نیدامو میکنن که ای بنده توبه کن، از گناه ها توبه کن، اصلاح شو. ما میگیم خیلی پگه شوه، ولی مسافر شویم، ولی پنسیونر شیم، به فردا و فردا اینجا موقفش میگذاریم. امام مسلم روایت میکند از حضرت ابو هریره که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والذی نفس بیده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست فرمود، قسم به خدا اگر گفت شما گناه نمی کرده و گناه نداشته، خداوند همه تنیس میکرد، جای شما مردم دیگر خلق میکرد تا اینکه گناه کنن، توبه کنن، خداوند گناهشون با هم برزه. ببینه اگر میگه خدای تعالی میخواست که همه معصوم و بیگناه باشن، فقط همون ملائکه ها کفایه میکردن. ملائکه ها غیر عبادت خدا هیچ کاری را نمیکنن، همیشه به عبادت، به شکر و به ذکر خدا مشغول هستند. اما خداوند آدم آفرید، دنیا را دار امتحان قرار داد. وقتی دار امتحان شد خطا میکنی، بعدا اصلاح میشه. کل ابن آدم خطا. پیغمبر میگه تمام فرزندای آدم علیه السلام خطاکار هستند، به نهایت خطاکار. خطا با بصیغه مبالغه آورده استش، غیر پیغمبران. کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین توابون. بهترین این خطاکارا میگه همون کسایی هستند که توبه میکنن. بازا حرام که هستی بازا، گر کافر گبر بت پرستی بازا. این درگه ما درگه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. در رحمت خدا همیشه باز است. بیا ای برادرای مسلمان، هر لحظه ای حیات برامو غنیمت است. هر کدام ما و شما گناه ها و ازموهای سرم و زیاد است. این خدای بزرگ برای ما چی بشارت ها داده است. پس از همین باید استفاده کنیم، توبه کنیم، رو به سوی خدا بیاریم تا اینکه پروردگار گناه هامون مغفرت کنه، تا اینکه رحمت خچ بالامون ایثار گردونه، تا اینکه دنیا و آخرت ما را آبادان بسازه، تا اینکه از آتش جهنم ما و شما را نجات ببخشه، تا اینکه وارد جنت المأوا کند، تا اینکه به دیدار به مثال خودش برسانه. در عوض توبه کردن در کار، رو به سوی اصلاح آوردن در کار، هنوز که دیر نشده است. خداوند وقتی که بنده توبه میکند شاد میشود. بنده گناه کرده توبه کرد، بعد خطا کردنش خداوند آنچنان شاد و مسرور میشود که باور کنید در تعجب میمونی وقتی خبرهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش میاندازی. در صحیحین اومده است، در صحیح بخاری و مسلم. ببین من حدیثای را براتون گفته استم که صحیح ترین حدیثا هستند. از حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه امت اسلامی فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه حضرت شنیدم که میگفت لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في ارض دویة مهلكة. شیخ عطار قصه وفات نظام الملک بیان میکند. نظام الملک شما میدونید نه؟ وزیر بزرگ
وزیری که به 3 پادشاهی سلجوقی وزیری کرده است، صاحب کتاب سیاست نامه، وزیری که نامش تا به حال به بزرگی یاد میکنند، زیرا که مدرسه نظامیه را تأسیس داد و همون مدرسه نظامیه که در بغداد مرکزش بود چندین فیلیال ها داشت، از جمله یک فیلیالش در نیشاپور بود. باری اول در تاریخ بشر مکتب های عالی تأسیس داده است. باری اول در تاریخ بشر برای دانشجوها استیپندیا معین کرده است. این شخص بسیار شخصی بزرگ است، خادم است. از همون خاطر شیخ عطار قیسش میکند. شیخ عطار که چندین عصر بعدتر بود، ببینه چی وصفش میکند. چون نظام الملک در نزد افتاد، گفت الها میروم بر دست باد. نظام الملک میگه وقتی که در نزد جانکنی افتاد، دست به دعا برداشت، گفت پروردگارا لحظه های آخرین حیاتم است. خالقا یا رب به حق آن که من هر کی را دیدم که گفت از تو سخن، با همه نوع خریدار شدم، یاری او کردم و یار شدم. پروردگارا گفت من عبادات خدمت در پیش تو نمیکشم، شرم میدارم، زیرا هر چی کردم برای خودم کردم. نماز خواندم برای خود خواندم، عبادت کردم برای خود کردم، روزه گرفتم برای آخرت خود گرفتم. من برای تو همین قدر کار کردم پروردگارا. در هر کجا کسی را دیدم که سخن تو را میگفت، مردم به سوی تو میخواند، دعوت به دین تو میکرد، با همه نوع خریدار شدم، یاری او کردم و یار شدم. تکبیر! چقدر که تانستم کمکش کردم، دستگیریش کردم. در دم آخر خریداریم کن، یاری به یاران تی یاریم کن. پس پروردگارا گفت به خاطر آن که من خادمان دین تو را دستگیری کردم، به خاطر آن که من بزرگان اسلام دستگیری کردم، شخصایی را که سخن خدا را میگفتن دستگیری کردم، در همین آخرین لحظه ها خدایا خود دستگیری میکن. زیرا یاری به یارا تو هستی، یاری به کمک فقط از تو است. سبحان الله. خشو به حال جوان مردایی که در آخرین لحظات حیات پیش خدا همین دعا را کرده میتونن. انشاءالله خدای تعالی مزد کار اینا را هرگز ضایع نمیگذارد، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داده است المرء مع من احب، هر مرد همراه محبش حشر می شود.